اینجا تاج محل هندوستانه که تو شهر آگرا هست. تاج محل خیلی قشنگه، اما چیزی که زیباترش میکنه داستان عشق افلاطونیه که باعث ساخت این بنا میشه. شاه جهان پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان عاشق همسر ایرانی تبارش ارجمند بانو بیگم بود و به اون لقب ممتاز محل داده بود. ممتاز محل محبوب ترین همسر شاه جهان بود. عشق این دوتا تو تمام منابع تاریخی ثبت شده. اونا تو سال 1612 میلادی با هم ازدواج کرده بودن، اما فقط 18 سال با هم زندگی کردند و حاصل این ازدواج 14 فرزند بود که متاسفانه 7 تا از اونا تو سن خیلی کم از دنیا میرن. شاه جهان اونقدر دلباخته و شیفته همسرش بود که حتی تو سفرهای جنگی هم ممتاز محل رو با خودش می برد و متاسفانه ممتاز محل تو آخرین بارداری و وضع حملش از دنیا میره و وقتی شاه جهان تو آخرین لحظات کنار همسرش رسید، بانو ممتاز محل در آخرین لحظات عمرش از شاه جهان 2 تا درخواست داشت. یکی اینکه هیچ وقت دیگه ازدواج نکنه و 2 اینکه یک مقبره‌ای براش بسازه که جاودانه باشه. شاه جهان بعد فوت همسرش خیلی غمگین بود و تصمیم گرفت بنای یادبود زیبایی بسازه که نام همسرش رو برای همیشه جاودانه کنه و همچین بنای زیبایی رو میسازه. ساخت این بنا حدود 22 سال طول میکشه و حدود 28 نوع سنگ قیمتی از کشورهای مختلف برای ساخت این بنا استفاده شده و کل این بنا از سنگ مرمر سفیده. شاه جهان به دلیل غم بزرگی که از فوت همسرش داشت در مدت خیلی کوتاهی موهاش سفید میشه. شاه جهان 35 سال بعد فوت همسرش از دنیا میره، ولی تا آخرین روز عمرش هیچ وقت دیگه ازدواج نمیکنه و به 2 خواسته همسر جامعه عمل میپوشونه.